درود بر دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. همراه باشید با من با یه ولاک دیگر. همونطور که میبینید 2 هفته است از این برف گذشته، ولی همچنان این برف ها رو زمین مونده. دلیلش هم این بود که برف یخی بود. اصلا میبینید ترکشو همچین برفی خود امریکایی ها میگن بی سابقه بوده. 15 سال پیش 16 سال پیش گفتن همچین برفی اومده بود. ولی خب برای درخت خوبه دیگه، برای زمین خوبه، برای طبیعت خوبه دیگه. اومده و امروز هم خدا رو شکر هوا خیلی خوبه. 2 روز بود هوا، ببخشید من نفس میزنم. 2 روز بود هوا بادی بود، خیلی هم سرد، ولی خدا رو شکر امروز خیلی خوبه هوا. منم تونستم بیام بیرون یه فیلم بگیرم برای شما از هوای و برفی اینجا. برف اولش قشنگه ولی بعدش ببینید چقدر کثیف میشه، دیگه دوست نداره. همیشه اول برف بارش برف قشنگه، بعدش دیگه کثیف میشه و لغزنده و خطری. همونطور که میبینی اینجا همه سر کارن، سکوت، کسی هم بیرون نیست. اینش خیلی خوبه. من دوست دارم سکوتو. بعد آدم آرامش میگیره. کی میکنم که زودتر بهار بیاد. من اصلا زمستون رو دوست ندارم، پاییزم همینطور. خیلی پاییز رو دوست دارن ولی من متاسفانه دیپرشن میگیرم، دلم میگیره. از زمستونم خوشم نمیاد، ولی دیگه بهمن میشه میدونم که بهار نزدیکه و عید نوروز ما هم در راه برای سال جدید. آماده بشیم برای سال جدید. این امیدوارم میکنه، خوشحالم میکنه. ولی پاییز که میشه میگم وای چقدر مونده تا بهار و تابستون. البته خیلی هم زمستون رو پاییز رو دوست دارن، ولی یکی مثل من میبینید یخ رو برف نیست یخه به نظر من. یکی مثل من بهار و تابستونیه. وای اینجا نمیشه راه رفت. من فکر کردم اینجا تمیزه میتونم راه برم. لیس خطریه. خب اینجا راه هست. وای افتاده بودم. یک لحظه آدم غافل میشه میفته، چون همه جا سرسره شده. اینجا راه هست.
کنید. باور کن من میگم این برف مصنوعیه، برف واقعی این شکلی نمیشه، ساختگی هست. شاید به نظر جالب نیاد براتون، ولی من اینطور برف ندیدم. اینقدر برفش سنگین بود که اصلا نمیشد پارو کرد. حتی با این ماشینا هم به سختی شد، به سختی به قول معروف تونستن این برفا رو کنار بکشن و راه رو باز کنن. خیلی برف سنگینی بود. خدا کنه زودتر آب بشه. یخی. چه برف. در رابطه با نوروز که گفتم، البته ما امسال عیدی نخواهیم داشت به خاطر عزیزای از دست رفتم، جاوید نامایی که رفتم. ولی خب روح همشون شد. و خواستم بگم سال جدید جشنی در کار نیست، هیچکی دل دماغ نداره. روح همه نازنین ها شاد باشه. خدا به پدر مادره نازنینشون صبر بفرمایید. خدا بینی همه جا سکوت، همه سر کار، هیچکی نیست. مخصوصا زمینم که اینطوریه برفیه، یا سر کارم یا تو خونه هاشون دیگه، ولی اکثرا سر کارم. تو خونه من با سختی میتونم راه برم. ولی سکوت اینجا رو من خیلی دوست دارم. هیچکی کار به کار هم نداره. تمیزی هوا، سکوتش و به عبارتی طبیعتش. کاش ایران ما همینطوری بشه. البته شمال ایران هوای خیلی خوبی داره، تمیز و زیبا، با طبیعت خیلی قشنگ. صدای پرنده ها داره کوچولو به گوشم میرسه. من برگشتم چون اینجا راهی نبود من بتونه پیاده روی کنه، مجبور شدم برگردم. دوستان